بارشات زیادی برف و سرد گردن هوا در بلندکوه‌های حصار دره قره‌طاق برای پرندگان و حیوانات دشتی مشکلی ایجاد نمود. باید گفت که در نتیجه سردی و بدون و خس و خشک ماندن بعضی از پرندگان و حیوانات دشتی تلف می‌یابند. با مقصد نجات پرندگان و حیوانات کوهی امروز از طرف کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل ناحیه شهرنو با دامنکوه‌های حصار دره قره‌طاق برآمده حیات پرندگان را نجات می‌دهند. مسئولین در یک جایگاه کارهای بیوتکنیکی را می‌گذرانند. در تابع مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهرنو بیش از 30,000 گکتار زمین‌های جنگل و بوته‌زار موجود می‌باشد. همین طریق در کوه دشت‌ها دان و کوه پرداخته شد تا که پرندگان مقیم از سرمای زمستان و گرسنگی رهایی یابند. طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که بهره بی‌طلب برآوردن پرندگان و حیوانات نادری که در جنگلزارها زندگی میکنند کارهای بیوتکنیکی گذرانیم. برای تامین نمودن پرندگان و حیوانات نادر از جمله گندم، ریزه گندم، جو، خشک، نمک به مقدار لازمه پاشیدیم. مسئولین شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل ناحیه شهرنو در همه قطعه‌های جنگل در جایهای جمع‌شوی حیوانات وحشی و پرندگان خس و خشک و جو و گندم گذاشتند. در آینده کوشش میکنیم که بهره بی‌طلب برآوردن پرندگان و حیوانات نادر از سردی‌ها همیشه کارهای بیوتکنیکی گذراندن را برآوریم. از روی معلومات‌های مسئولین خواجگی جنگل ناحیه شهرنو تا امروز در دامنکوه‌ها نزدیک به 3 تن خس و خشک و جو و گندم ماندند. برای حفظ نمودن پرندگان مقیمی و حیوانات وحشی کارهای بیوتکنیکی در دیگر منطقه‌ها ادامه دارد.